من دلم روشنه. شما روشنی ولی اختر نمیتونی روشن کنی. از یه جایی باید اعتماد کرد. توبه گرگ مرگه. گرگ که توبه نمیکنه. گرگه. با آدمیزاد توفیر داره، با مادر توفیر داره، مادر بودن با همه چی توفیر داره. از محبت غافل نشو پسر جون. هر سنگی رو آب میکنه، هر دلی رو خوشحال. ناراحتت کنم مامان تاره؟ اگه خوشحالت میکنه آره. وصیت تلخه. 40 سال زود وصیت کردی. کبدم کارم جلو انداخته. جای خدا نشن. شما از خانواده عموزاده غفار خدا بیامرز خبر دارین؟ عموزاده غفار؟ چه خاله اینا آبا رو نمیارم پس؟ من برم تلفن رو بیارم شما یه زنگ بهشون بزن، دلم داره شور میزنه. اسمش مسیب بود. عموزاده غفار رو میگم. میشناختمش. وقتی فهمید داره میمیره همه رو تیکه پاره کرد که زن و بچهش بعد خودش آدمیزاد بی عقل دیگه. قبل و بعد خود نداره که. خدا ناظره، ناظر و یتیم نواز. مسیب ولی کرد پشت خانواده‌شو قرص کرد، بچه‌شو بس. همین. تا تهشو خوندم. این مریضی تو نگرانی واسه آینده آوا و وصیت و عموزاده غفار و میخوای به همون تایی که من میدونم میرسی؟ من چه میدونم شما چی میدونی؟ برم تلفن رو بیارم. تو جای عموزاده غفار بودی چی کار میکردی؟ که نیستم فلان. ولی حرف از وصیت زد یا فلان؟ شما نباشی چی به سر آوا میاد؟ خدا نباشه چی به سر آدمیزاد میاد؟ خدا که هست. پس مسیب غلط زیادی کرده. خورد و برد که بعد خودش زن و بچهش بخورن مگه نه؟ من نمیتونم زیاد سرپا بایسم. باشه میشینیم حرف میزنیم. شیطون کنج دیوار گیرت انداخته؟ نگرانی عقلتو برونده؟ کبد مریضو میشه درمون کرد ولی دست کجو چرا حرف از زن و بچه مسیب زدی؟ چون امروز من مسیبم. راهت هم راه مسیبه. میخوام رضایت بدم سلمان بیاد بیرون، دیگه بگیرم بذارم کف دست آوا و آیندش. طبق عرف و انصاف و قانون
طبق عرف و انصاف و قانون؟ پس مسیب نیستی. پس آبا کو؟ آن خاله؟ آن دختر خاله؟ 2 دقیقه دادم دست مامانم رفتم توی بوتیکی. اومد بغلش کرد، گفت چه بچه نازی. داز بوده مامان. خب من چه میدونستم؟ خب نباید بچه رو دستی غریبه میدادی. اینا رو راجع به بچه من که نمیگین. ها؟ ها؟ کچله چش درشه 30 سالش میشد. بلند شو. بلند شو. یک کچل 30 ساله چش درشت بچه من از خاله گرفته. بعد چی شده؟ به خود من کمتر از عاشق آقا نیستم. بعد چی شده؟ دزدیدت. رفتیم چهره نگاری کرد. الان داریم از آگاهی میاد. میخوام نروشتم سال سیاه. یاس بچه منو جا گذاشتم مامان جانه. یه 30 ساله کچل چش درشت. آره چاره گرگ توبه نیست، نفله کردنه. رفتم واسه نفله کلول. گوش کن، بچه‌مو دزدیدن. دزدیدن؟ جهان داشت اختر. من دارم میام اونجا. فقط قبلش برو تو ببین زنم هست. هست. میگم برو تو. بله میخوام بیام تو. ساعت ملاقات. اورژانسیه. ببخشید آقا نمیشه. نمیشه؟ کار که نشد نداره. چی شد چرا واسدی؟ فکر کنم بنزین تموم کرد. آخه تو که بنزین نداری واسه چی در وسیع سوار میکنی؟ ای آقا وایسا ببینم حضرت پدیدی؟ نه بابا این چه حرفیه؟ خودم دیدم. گفتم وایسا. آقا با شما وایسا ببینم. آقا جون یه دقیقه برم ببینم رفتن نمتن هستش شد. آقا برو یه دقیقه بزن. بابا یه دقیقه بزن دیگه. درو باز کن. باز کن.
من فقط میخوام بدونم اختر نمدزن اینجا هست یا نیست. همین. وای میسی تا پلیس بیاد. خیلی خوب پلیس بیاد. فقط اختر نمدزن اینجا هست یا نیست. عجب زبون نفرمایید. چیزی شده آقا؟ حالتون خوب نیست؟ اختر یه دفعه اینطوری شد؟ نه. شما بیماری خاصی دارید؟ سرم تو دستتونه. دیگه نیست. شما باید بریم پیش دکتری که متخصص. اختر نمدزن بیمارمونه. هنوز اینجاست؟ بله. در نرفته؟ در؟ محمد ببینمش. شرایط ملاقات نداره. داره بابا. آقا گفتم شرایط ملاقات نداره. چه شدی؟ اختر آقا اتاق اختر نمدزن. آقا آرومتر. زنمه باید ببینمش چی آرومتر. اختر نمدزن. اختر نمدزن. اینجا قیاس اینجا چی شده؟ شوهرم
بزن واکن. نمیشه. واکن. قیاس. آروم باشید. آروم باشید. قیاس. قیاس. آوا کو؟ ولش کنید. آره آوا جهان دزدیدتش. اینجوری نگاه نکن که احمقم و فلانا. قرار بود آروم باشی. من کی با تو قرار گذاشتم؟ پس باید بری بیرون. جهان آوا رو دزدیده. برو. جهان آوا رو دزدیده. آره اختر نمدزن. یا میریم بیرون میذاریم من با شوهرم حرف بزنم یا الان امضا میدم خودم از اینجا میرم بیرون. بریم بیرون. بیاید بیرون. بیاید بیرون. من پشت این در وایسادم. همونجا شامتم بخور. کلاغم که باشی میدونی 2 تا 4 تاست. جهان و آوا 2 تا، کیف جواهرا و تو هم 2 تا. عدد اشتباس. اتفاقا بازم عددم درسته. تو همیشه عدد اشتباس. برچی با جهان بدزدتش؟ واسه که با کیف جواهرا تو بزنه به چاک. بیخبرم 2 تا اشتباس. بیخبرم. اون که بدون تو جایی نمیره. آوالم واسه تو دزدیده. اون بدون من جایی نمیره. آوارم واسه من دزدیده ولی من بیخبرم. اون موقع فندقی خودش نقشه کشیده. واسه یه بارم که شده باور کن. چیزی جلو رو نذاشی که باورت کنم. اصلا بستم و نگاه. عرق پیشونیم و نگاه. رو خزارم و نگاه. چشای خیسم و نگاه. اینه یعنی که باور کن. این یعنی که اومدم اون نباشم اومدم این باشم. اینی که تو میخوای. من چیزی سفارش نداده بودم. داده بودی. چیزی یادم نمیاد. وقتی آوارم سراغ پاکت سیگارم تو برشت کردی بهم گفتی تو مادر خوبی نیستی. بهم گفتی تو مادر نیستی. پس سفارش داده بودی. وقتی شیشه پایپم دستشو برید بهم گفتی تو اصلا مادر نیستی. پس سفارش داده بودی. حالا مادم اینجا که مادرشم دستای بستم میگه رو خزارم میگه چشای خیسم میگه سفارش داده بودی که مادرشم و آدمشم. پس حالا که دارم این میشم که به جواهر بکنم نمیاد. این خیال اختر نمدزن. آره بی خیال اختر نمدزن. پس جواهر بی جواهر نه من نه تو. من واسه آینده بچم خودم تصمیم میگیرم. تو واسه آینده بچت با مادرش تصمیم میگیری. کی گفته؟ مادر بچت که عاشقته. پیدا میکنم این جهانو. تو هم راست عاشقم. یا با مغزم تعطیله. دارم از قلبت حرف میزنم. تعطیله. درک تعطیله. بگردی اگه بگی تعطیله دستمو با میکنم. میرم امضا میدم میام بیرون. میرم دنبال ساقی. میرم دنبال شیشه. تعطیله یه تعطیله. رو پاکه شدم. سر پاکه شدم. به بچم میگم بابات قلبش تعطیل بود ولی من که تعطیل نبودم. کی گفته عشق یه سره درد سره ها. سر پا میشم یه بچه هم اووردوز کردنم و نبینه. سر پا میشم که دست بچه هم بگیرم ببرم مدرسه برگردونم. سر پا میشم که شیشه پایپم دست دخترم و نباره. کنجکاویش نبردی سمت پاکت سیگارم. حالا خرب باباش تعطیله که باشه. خوش اومدی.
خیلی خوب قیاس. آهی بهادر رو پرت میکنه از ماشین پایین، با کیف مردم میره. اون شب جلوی مسافرخونه گفتم جواهر، گفتی دختر آقا ولی یا از دزدی حرف میزنی؟ دیگه حرف نزدم چون دختر آقا ولیم. ولی تو پسر آقا ولی نیستی که یا کیف از آهی تحویل گرفتی یا قراره بگیری. الان بهادر پیشمه، دست و پا شکسته. بهش گفتم دهنشو میبنده، نه به مادرم چیزی میگه نه کس دیگه ای. میدونی چرا قیاس؟ چون اون کیف دست تو باشه یا قرار باشه دست تو برسه، من ازت میگیرمش، برش میگردونم به صاحبش. میدونی چه جوری این کارو میکنم؟ صبح بیا جلوی خونه مادر بزرگت، میفهمی چه جوری. نمیدونی شما اونجا چه اتفاقی من میدونم این اعصاب نداره اونجا بالاخره هر کی گرفتاری ما مریض داریم میدونی که مریض ما کار من که به تو داریم شروع کردم اینه بالا پس بگیر راب سلام رشید ایشون شکایت نداره این ظاهره این مسئله الان ما درست میشه دست خیلی محبت کلینیکو ول کردی اومدی اینجا؟ بریم. باشه میریم. ولی اگه تا الان جهان رفته باشه جلو کلینیک چی؟ کلینیک نمیریم، میریم سراغ حاله. حاله؟ من میگم جهان، تو میگی حاله؟ جهان برسه زنم خبرم میکنه. زنت؟ مگه میشه با آدم عملی اعتماد کرد؟ دهنتو فلان کن رو زن من. فلان یعنی بستن؟ دهنم ببندم زنت عملی نمیمونه؟ مادر نزدیده کسی دست رو آهی بلند کنه. زن من اونجا خوابیده تا بشه دست گل. آها، دست گل چی که با داشتش دست گل با بده ها؟ داشتش با اون نچسبون. حالا که میگفت خیتید با هم. برگردم دوباره کتککاری را بندازم. من که پام. اینا هارتو پورته که واسه حاله و مادرش میکردی. من که حی حاضرم و پا. آقای پا حاله فهمیده رفته بهادر از بیمارستان مرخص کرده، فردا صبح میخواد بره جلو خونه مامانتانه دهن واکنه، حرف بزنه بیچارم کنه. چرا؟ چون شوهرشو دوست کردم. دهن تو رو زن من ببند، بگو چه خاکی به سرم بریزم. آش نخوردم، دهن سوختم، بی جواهر دوست شدم، بی جواهر بی آبرو شدم. آش نخوردم میخواد مامانتانه رو بریزه به جونم. یعنی حاله فهمیده؟ بعد توقع داشتی بهادر لو نده؟ قرار نبود اینجوری بره جلو. قرار بود چجوری بره جلو؟ اول آخر که میفهمید. آبرم رفت. اول آخر که میرفت. مگه قرار نبود اون جوارا رو به من بدی؟ با تو هم برو جلو کلینیک جون مادرت. من باید برم زنمو ببینم. باید باش حرف بزنم. باید بهش بگم. یه دوری تو کار بوده نه؟ کلک تو را بوده که جهان یهو خراب شد سرت نه؟ نقشت چی بود امیرعلی؟ نقشه براب شد نه؟ حالا بذار بابات بپوسه کنج زنده. تو چی فکر کردی؟ فکر کردی من دزدم؟ فکر کردی بابام راضی میشه به این کار؟ فکر کردی خیانت میکنم به سلیم و خودم و ذاتم؟ آره نقشه براب شد. قرار بود جواهرها بدل باشه. بدل باشه عین اصل. بعد توی کرگدن بری امضا کنی بدون که بفهمی. حالا چرا پا شدم؟ پا شدم بزنم تو گوشت تا دیگه آرزو نکنی بابام بپوزه گوشه زندون.
دوست شدی رفت پیکارش امیرعلی. بنده اون دست قشنگه رو بابا. من کرگردن تو باهوش. هی آقا ولی کجایی که ببینی حال جونت رفت رو هوا با دستای شوهرش؟ من کرگردنم ها. جهان بچه منو سعی و سالم میبره میرسونه دست مادرش، منم بر میگردم سر خونه اولم. خونه اولم کجاست؟ بی پولی. ولی تو دیگه بر نمیگردی سر خونه اولت، میری سر خونه دومت. ور دل بابات. چرا؟ چون دوست شدی. تو کمکم میکنی جهان پیداش کنم. کمکت میکنم؟ برام اینم کلک بافتی، حالا کمکت کنم؟ کمکم میکنی، شک نکن. چون اگه منو بگیرن میگم جواهرا پیش شریکامه. جهان و قیاس. کی باور میکنه؟ کی باور نمیکنه؟ مدرک نداری؟ حالا امتحان میکنیم. پسر جون من وارد معرکه که به معبودیست نکن. به تو مربوط نیست؟ به تو مربوط نیست؟ وقتی جواهر تو دستم نیست به من مربوط نیست دیگه. خنده. گفتی خیالت از جهان بچت راحته ها؟ بچت الان کجاست؟ تشنشه؟ گشنشه؟ اصلا ول کن. جهان تو چه حالیه؟ نشست، خماره، حواسش به بچت هست نیست. تو این سرما، تو این ظلمات. اوه 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 اوه. تیتر روزنامه‌های فردا حوادث رو بگو. بر اثر سهلنگاری یک فرد معتاد. بسه! پس خیالت راحت نیست. از دیروز که جهان کیفو زد، بچه تو دزدید، دیگه هیچ کدومون بر نمیگردیم سر خونه اولمون. مگر اینکه بچت پیدا شه، جواهران برگرده دست سلیم. خونه اول کجاست؟ حاله ازم ناامید نشه. خونه اول کجاست؟ مادر بزرگت ازت ناامید نشه. پام برسه دادگاه، پات میرسه دادگاه. من و تو یه کسایی رو داریم که نباید از دستمون ناامید بشن. بابام، مادر بزرگت، زنم، زنت. من و تو بعد به هم دیگه گره خوردیم و فلان. برو جلو حالا رو بگیر. پاش نرسه در خونه ما بزرگم. کجا ساله؟ بیمارستان یا خونه شون؟ سلام علیکم. از آقای خبر نداری؟ جواهر هنوز نرسیده شیراز.
شاید ماشین خراب شده. آخه موبایلش خاموشه. شاید شارژش تموم شده. یه خبر میتونست بده که. شاید نتونسته خبر بده. سابقه نداشته. حالا سابقه دار شده. به قرآن من واسطم. نگاه صاحب جواهر تو ماشین نشسته. تو کجا بودی؟ اتفاقی که نباید بیفته افتاد. چه اتفاقی؟ ای وای. ای وای خدا. وای خدا. جواهرها رو قیاس برد. یعنی چی؟ آهی ما دوست شد. زندگیت از هم پاشید. حاله عزیزم، حاله. نه ای وای خدا. تا صبح به این فرصت بدین. حاله تا صبح به این فرصت بده. من حرفی ندارم. اونا رو چیکار کنم؟ کجا؟ میخوام بهشون بگم تا صبح به این وقت بده. شما نمیخواد بری. ای بشین. یعنی آهی به من خیانت کرده؟ تا صبح به این وقت بده. به صبح نرسیده ازم شکایت میکنه این بابا. پس بذار برم باشون حرف بزنم. کیف کو آهی؟ ببین مامورا صاحب کیف. آهی کیف کو؟ ببین سراغ ماشینمو نمیگیرم. آهی کیف امانت مردمه. آهی کیف کو؟ آهی مامورا. آهی نرو. آهی جا بیا سوار شو. من بهت خیانت نکردم سلیم. دستمو ول کن. چرا گذاشتی این بره؟ تنها توش این امانت بود. گذاشتی بره؟ آقا نرفته. اصلا من از چی جاکیم جان من نمیدونم. باشه مادرشم تو این خونه. آقای مصری جواهر رو میشه قیاس. جواهر رو میشه قیاس. خدا. منتظر جهانی. نه جهان بیاد که تو خبرم میکنی. بهم اعتماد داری؟ دارم. پس برو خونه بگی بخواب. نمیتونم. بچه‌م زیر سرم نیست. نمیتونم بخوابم. یه چیزی بپرسم.
واقعا نگفتی نه؟ اگه عقب برمیگشتیم با هم میومدیم. نه. اگه سالم از اینجا بیام بیرون چی؟ با هم میمونی. با هم میمونی. نمیدونم. بس خوبه نگفتی نه. آره. نگفتم نه. یعنی پیشرفت من نه. آره. یعنی پیشرفت تو. الو سلام مامان تاره. جانم. باشه چشم میام. چیزی شده؟ چشم میام. نه من دارم میپرسم. سلام. صبر کن. ها مامان تاره. یه تیم زده بالا. بعضی وقتا سرنوشت یه جوری سر شوخی رو باهات باز میکنه که هاج و واج میمونی دخترم. من و حاله توی رکاب، من و پسر قاتل بابام توی رکاب. خب من ریسک کردم بچه رو دزدیدم، تو رو دزدیدم. چرا آوردی اینجا؟ من سر خیابون با جهان قرار دارم کیف طلا رو بردارم فلنگو ببرم. هم تو غلط کردی هم قیاس. موش بچه‌شو جا میذاری که ما جا گذاشتیم. بری میگیرنه. گفت بیای لالنو به دزدی ببری براش. آره. من ته خطم. بچه پایین دزد نمیشه. اصل دزدی یه چیز دیگه است. کار اینجا هنوز